سلام بچه‌ها، مصطفی عارفی ام و امروز میخوام بهتون حرکت عالی آموزش بدم. خب اول از همه حرکت عالی چی و به چه دردی میخوره؟ حرکت عالی اولین و مهمترین حرکت حرفه‌ای اسکیتبورد هستش که شما با استفاده از این حرکت میتونید از روی موانع و پله ها بپرید و برای یادگیری حرکت‌های پیشرفته مثل کیک فلیپ، هیل فلیپ یا تیری فلیپ حتما باید روی این حرکت تسلط کافی داشته باشید. حالا که فهمیدین حرکت عالی چیه، بریم سراغ پیش نیازهای این حرکت. قبل از اینکه بخواید حرکت رو شروع کنید، شما باید تسلط کافی روی اسکیتبوردتون داشته باشید و حرکت‌هایی مثل پا زدن با اسکیتبورد، دور زدن بک ساید و فرانت ساید، حرکت منوال رو قبلا تمرین کرده باشید. اگر این حرکت‌هایی که گفتم و بلد نیستید، میتونید از پلیلیست آموزش مقدماتی اسکیتبورد آموزشش رو کامل ببینید و بعد شروع به زدن این حرکت بکنید. دیگه وقتشه بریم سراغ اصل مطلب. خب بچه‌ها، بریم سراغ آموزش حرکت عالی. اول بهتون توضیح دادم که چه پیش نیازایی لازم داریم برای اینکه حرکت عالی رو بزنیم. بعد یه سری توضیح دادم که عالی چی هست و به چه دردتون میخوره. الان میخوام بهتون آموزش بدم که برای زدن عالی چه کارهایی باید انجام بدیم. برای زدن حرکت عالی 3 تا کار رو باید انجام بدیم: پاپ کردن، کشیدن پا و پریدن، که هر کدومش رو جدا جدا بهتون توضیح میدم. اولین کاری که باید بکنیم پاپ کردن اسکیتبورد. ببین، پاپ کردن با فشار آوردن اسکیتبورد خیلی فرق میکنه. شما وقتی میخواین کیک ترن بزنید یا منوال بزنید، به عقب اسکیتتون فشار میاد. ولی برای زدن حرکت عالی باید اسکیتتون رو پاپ کنید، یعنی باید ضربه بزنید که جلوی اسکیتتون بیاد سمت بالا. و کشیدن پای جلوتون برای اینکه بتونین عقب اسکیتتون رو بیارین بالا، چون وقتی پاپ میکنین جلوی اسکیتتون بالا هست. باید پاتون رو بکشین سمت جلو که عقب اسکیتتون هم بیاد بالا، که اونم بیشتر بهتون توضیح میدم. پس اول شد پاپ کردن، کشیدن پا و پریدن. برای اینکه بخواید پاپ کنین اسکیتتون رو، جای پاتون رو که بهتون توضیح دادم سوار میشین، بعد بشینید روی زانوهاتون، پاپ کنین، ضربه بزنین عقب اسکیت، سعی کنین بپرین سمت بالا. این حالتی که من الان دارم میذارم، پامو میذارم اینجا، میشینم، ضربه میزنم، اسکیت هم میاد سمت بالا. حالا برای اینکه عالی بهتری بزنین، باید پای جلوتون رو، باید پای اصلیتون رو سمت جلو بکشین. مثلا من که پا راستم، پای راستم رو میذارم جلو، شما که پا چپین باید پای چپتون رو بذارین جلو. بعد از این که پاپ کردن رو تمرین کردین، بریم سراغ کشیدن پا و سعی کنید با کف پا اسکیت رو نکشین. یعنی اینو که پاپ میکنین، کف پاتون رو حرکت ندید، پاتون رو باید کج کنید، با کنار پا عالی رو بزنید. من چند تا بزنم ببینیم. قدم سومم میشه پریدنتون. حالا پریدنتون با حالت پله‌ای نباشه که پای پشتتون ثابت روی زمین بمونه، پای جلوتون خم بشه سمت بالا. وقتی میخوایم بپرین، جفت زانوهاتون رو باید بیاریم بالا. این شکلی که من دارم می‌پرم، جفت پا رو باید با هم بیاریم بالا. پس پای جلو خم نشه، پای پشت هم روی زمین باشه. این از کشیدن و پریدن. مشکلات رایج حرکت عالی. اشتباه اول، چرخوندن شونه ها. خب مشکل اول اینه که وقتی عالی میزنین شونه‌هاتون رو میچرخونین. وقتی دارین عالی میکنین، شونه‌هاتون باید کاملا موازی با اسکیتبورد باشه. شونه و کمر توی زدن عالی خیلی مهمه. سعی کنین وقتی دارین عالی میزنین، شونه‌تون رو به سمت راست یا چپ نچرخونین. اشتباه دوم، نداشتن تعادل و تمرین در حال حرکت. خب مشکل دوم اینه که معمولا وقتی میخواین عالی بزنین، در حال حرکت اسکیت از زیر پاتون در میره و میخورین زمین. برای اینکه این مشکل رو برطرف کنین، میتونین این ترینر رو ببندین و وقتی این محصول رو میبندین روی اسکیتتون، چرخاتون قفل میشه و دیگه نمیخورین زمین. خیلی راحت تعادلتون رو بهتر میکنه و میتونین حرکت عالی رو بیشتر تمرین کنین.
اشتباه سوم، نپریدن و بلند نکردن پای عقب. بریم سراغ مشکل سوم که پای عقبتونه. اینو باید خیلی حواستون باشه موقعی که پاتون رو داریم میاریم بالا از اسکیتبوردتون جدا نشه. به عنوان مثال وقتی که آلی میزنین پای عقبتون از اسکیت نباید جدا بشه. سعی کنید موقعی که آلی میزنین پای پشتتون رو مثل پای جلوتون بکشین سمت بالا و از اسکیت جدا نشه. هاپ که کردین پای پشتتون میاد بالا و چسبیده به اسکیت. بچه‌ها دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه توی زدن آلی مشکل داری ما یه دونه ویدیوی دیگه آپلود می‌کنیم که اونجا میتونید مشکلات آلیتون رو برطرف کنید.